سلام بچه ها، من تیامم و خوش اومدین به اولین ویدیوی یوتیوب من. امسال آخرین سالی بودش که من بعد از تابستون میرم مدرسه و خب حس خیلی عجیبیه. من که خیلی خوشحالم که مدرسه داره تموم میشه، به خاطر اینکه واقعا خسته شدم و چون که آخرین روزای تابستونه من دیگه دارم میرم سفر که دیگه یه سال تحصیلی خوبی شروع کنم و قراره که برم شمال و شما هم که با هم میان و اینکه من باید تا ساعت 4:05 حاضر باشم، همه چیمو جمع کرده باشم. این اولین سفریه که خودم توی راه تنهام، یعنی اینکه من مامانم شماله و قراره که با تاکسی برم، پس دیگه با من همراه باشید. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you? من اول میرم که وسایلم رو الان جمع کنم، بعدش میرم یه آرایش اینا کنم و لباس بپوشم. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened. الان ساعت 1:30 و من میخوام برم نهار بخورم که بعدش بیام آرایش کنم و موهامو درست کنم، لباس بپوشم. و من عاشق مسافرتم، خیلی مسافرت دوست دارم، اصلا نمیدونین چقدر من مسافرت دوست دارم و وقتی مسافرت میرم خیلی بهم خوش میگذره. حالا اون مسافرت یه روزه هم باشه خیلی خوش میگذره، چون که اصلا توی خونه نمیشینیم و همش میریم گردش. اینجوری بهتون بگم همش میریم مثلا جنگل، حالا اگه شمال باشه همش میریم جنگل، میریم دریا، میریم مثلا یه روستای دیگه نگاه میکنیم این برا اون برا. خدا یادم میخواد بره مسافرت، باید یکی واقعا با یه کسایی بره که پایه باشن، یعنی اینجوری نباشن که ساعت 11 صبح بیدار بشن بعد تازه بخوان صبحونه بخورن. به نظرم مسافرت آدم باید زود بیدار بشه بره بگرده، خیلی خوش میزن اونجوری. ولی اینکه مثلا ساعت 11 12 1 2 بیدار شدم. من الان تهرانم، ساعت 11 12 بیدار. من آرایشم اصلا سایم خوب شد. چیشم گفتم من اصلا اصولی آرایش نمی کنم خب، ولی دیگه خوشگل میشم باش. من آرایشم رو انجام دادم و نمیدونم که موامو چیکار کنم. Chasing waterfalls. Oh, you got me chasing waterfalls. Chasing waterfalls. Oh. آقا من انقدر دیشب
خسته بودم که وقتی رسیدم ساری رفتیم یه شام خوردیم و اومدم خونه گرفتم فقط خوابیدم، انقدر خسته بودم. امروزم آخرین روز تابستونه و بریم ببینیم که امروز چیکار می‌خوایم بکنیم. امروزم هوا که ابریه، فکر کنم دیگه میخواد بارون بیاد. ما اومدیم باغ پرتقال. الان میخوام اینجا رو بهتون نشون بدم. بخیر. آقا من حاضر شدم که برم بوستان ملل. اگه رفتین بوستان ملل حتما بهم تو کامنت ها بگید. داریم میریم بندر ترکمن، جاتون خالی. یه روزی دل شکستم سر این کوچه میمیره میزنه آتیش به جونم از کجایی من نبودم
یکی پس بخونم. اینجا کلی از این بازارچه های کوچولو کوچولو، خمرهای کوچولو کوچولو بود. رفتیم نگاهشون کردیم، براتون یکم فیلم گرفتم، نشد خیلی براتون فیلم بگیرم و اینا. رفتیم بازارچه‌اش، کلی خرید کردیم. حالا الان یه کوچولو بهتون نشون میدم. اومدیم کنار اسکله. داره بارون میاد. ما تو راهیم، وسایلمون رو جمع کردیم که برگردیم تهران.
ولاگو دیدین. اگه چنل رو سابسکرایب ندارین حتما سابسکرایبش کنین و زنگوله رو فعالش کنین و نظرتون حتما توی کامنت ها بهم بگین. لایک هم بکنین. مرسی. خداحافظ.